ساعت 11:20 افق اصفهان. ما رفتیم عرضه مسافرتیمون هم گرفتیم از این دستگاه. 3 تا دستگاه هست که 2 تاش خطا و ارور میده، فقط وسطی اوکیه دیگه. اینجا ایران است. سلام آقای منصف. سلام خدا شب بخیر، سلامتی قربونتون. شب سفر خوبی آغاز کنیم. اینم ارزمون من خریدم رو انشاءالله میخوای سفر کنیم از این بری از این بری. اینم ارز. برسیم به گیت F15. پاسپورت کنترل که مایعات هم نمیشه ببریم، باید همینجا بخوریم. خانم آبدا بخور. رسیدیم. گیت مورد نظر. پرواز دوم سوار شدیم با اختلاف ساعت 1 ساعت عقب‌تر. استارت میزنیم. ساعت 7:05 است. به افق اصفهان. بالاخره رسیدیم. دوستان
جمعیت رو فقط ببینید. دوستان حالا که دارم از همه چیز سفر میذارم با جزئیات بگم که از مشکلات سفر هم یکیش اینه که ممکنه یه ساکات نیاد. یکی از چمدونا، ما یه چمدون ناقص داریم. اینجا اومدیم دیدیم که این قسمتی که چمدونا داره میره اصلا خالیه و همه چمدونا رو گذاشتن زمین. امیدوارم که پیدا بشه که این بار اولمون نیست که این اتفاق میفته. ما دفعه قبل هم اومدیم و پروازمون تأخیر داشت. این صحبت ها یکی از چمدونا ترکیه جا مونده بود و نفرستاده بودن بازه. خلاصه که بعد فرستادن. امیدوارم الانم کسی این چمدونا نبرده باشه. چون چمدون اینجا میریم در قسمت Lost and Found ببینیم که کجاست. خیلی هم گویا شلوغ یا خیلی هم چمدونشون نبوده. اگه بخوام شرح حالی از شرایط بدم، ما رفتیم قسمت Lost and Found و پرسیدیم، گفت که چمدون شما با پرواز فلان شماره ساعت 2:41 میاد و ما تصمیم گرفتیم که فرودگاه بمونیم چون که تا هتل تقریبا 1 ساعت راهه و ارزش نداره تا اونجا بریم دوباره برگردیم. ترجیحمون اینه. ببینید الان هر چی الان چمدون داره میره، اینا جا مونده. واقعا نمیدونم چه داستانیه اینجا. همینطور داره بر خودش میره. به امید بازگشت تمامی چمدان‌های گم شده. نه سلفیه. شاید که چند از این